салом бинандагони арҷманд, барномаи хабарию таҳлили ахбори озодиро мебинед ки охирин хабарҳои тоҷикистон ва ҷаҳонро тақдими шумо мекунад. имрӯз душанбе 16 декабр аст. таваҷҷӯҳ кунед ба сархати мавзӯъҳои нашри барнома. 4 куштори мудҳиши дигар дар ноҳияи Конибодом. ҳанӯз асрори қатли оилаҳои дигар фош нашуда, дар бораи кушторҳои нав дар ду хонавода гузориш расид. дар нишасте дар душанбе таъкид шуд ки журналистон бояд бетарсу ҳарос ва озодона кор кунанд. аз беэътиноӣ ба меъёрҳо ҳам гуфтанд. эй ҷавони тоҷик, оё баробари чойнакат мағз дорӣ? вакилони маҷлиси амрико Энтони Блинкенро даъват ва аз ӯ тақозо карданд хуруҷи шитобкорона ва бесарусомони низомиёнро аз Афғонистон дар 3 соли пеш шарҳ диҳад. аз Конибодом боз хабари нохуш мерасад. шаби якшанбе 15 декабр 4 узви 2 оила дар деҳаи Ҳисорак дар шароити шубҳа барангезе ба ҳалокат расиданд. дар 8 моҳи имсол дар Конибодом 8 хонавода ё кушта шуданд, ё марги онҳо солҳои зиёдеро ба бор овардааст. Фарзон Муҳаммадӣ аз назди деҳаи Ҳисорак гузориш медиҳад. шаби 15 ба 16 декабр дар деҳаи Ҳисораки шаҳри Конибодом 4 нафар ба таври мармуз ба ҳалокат расиданд. инҳо аъзои 2 оила ҳастанд. як манбаи радиои озодӣ дар мақомот ва ҳам сокинон гуфтанд 2 нафар аз кушташудаҳо зану шавҳар ва 2 каси дигар модару писар буданд. طبق اطلاع دریافتی از یک عائله غیب‌الله مجیدوف 35 ساله و همسرش زرنگار 28 ساله کشته شدند. ساکنان دهه میگویند از اینها 3 فرزند یتیم ماند. شب حادثه آنها در یک خانه بودند و جان به سلامت بردند. همچنین شب گذشته عایشه شاکروی 70 ساله و پسر 44 ساله اش جولان شاکروف هم به هلاکت رسیده است. مقامات تا این لحظه درباره این حادثه هیچ شرح ندادند. وقتی من به جای حادثه آمدم، گروهی کلان تفتیشگران بنابر خلل نرساندن به تفتیشات از دادن همه جزئیات خودداری کردند و تا انجام تفتیشات اجازه نشد که جای حادثه را نوار و عکس برداری کنیم. دهه حصارک یا سابق قرغانچه یک دهه خرد در نزدیکی مرکز شهر کنیبادام است. با رخداد حادثه نوی مرگ ساکنان اینجا بعد از ماه مارت امسال درباره کشته شدن اعضای دست کم 6 عائله در شهر کنیبادام گزارش رسید. انگیزه کشتارها ناروشن مانده، عاملان بازداشت نشدند. معلوم نیست این حادثه ها حلقه های یک زنجیرند یا از هم جدا، دزدی و غارتگری یا وحشت انگیزی. دادگاه های تاجیکستان تا این دم 2 کس را برای دست داشتن در قتل های مرموز کنیبادام به حبس محکوم کرد. مرد ستاروف به حبس ابد و شریفجان اشوروف به 20 سال زندان محکوم شد. نزدیکان شریفجان اشوروف به بیگناهی او پایفشاری دارند. پیوندان برخی از کشته‌ها میگویند اگر اینها قاتلان اساسی باشند پس چرا کشتار عائله ها در کنیبادام تا حال دوام دارد؟ در گزارش‌های بعدی نظری نزدیکان این کشته شده‌ها و دیگر ساکنان دهه حصارک را نیز منظور شما می‌گردانیم. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر کنیبادام. به حساب خبرنگاران در مجموع شمار قربانیان کشتارهای به هم بسیار مانند عائله‌ها در کنیبادام می‌تواند 25 نفر را تشکیل دهد. این حادثه‌ها ترس و دهشت ایجاد می‌کنند و در شبکه‌های اجتماعی بسیار کاربران این پرسش‌ها را مطرح کردند که به جواب ماندند. چرا تا حال این جنایت‌ها ناگشوده میمانند؟ چرا مقامات درباره این کشتارهای مدهش هیچ حرفی نمیزنند؟ چرا پلیس قانونشکنی‌های بسیار بحث برانگیزی مثل بلاگران بداخلاق یا والدان کودکان درسگریز را زود پیدا کرده و جزا و در تلویزیون نشان میدهند ولی درباره تحقیق این جنایت‌های سنگین حرفی نمیگویند؟ این همان پرسش‌هایی است که جواب آنها را بسیاری‌ها دانستن می‌خواهند. شورای وسایط اخبار عامه، یک سازمان مستقل ژورنالیستی، فعالیت 13 رسانه محلی را در تاجیکستان در دوام 5 ماه اخیر ارزیابی کرده است. نمایندگان سازمان پایان هفته گذشته ضمن همایش در دوشنبه از کمبودی‌های جدی در کار این رسانه‌ها یادآور شدند. از جمله اثر دزدی، استفاده سخنان تحقیرآمیز و غیر اخلاقی، از محدود بودن آزادی بیان هم یادآور شدند. جزئیات بیشتر در گزارش همکارانم ملا رجب یوسفی و شهلای عبدالله.
همایش در دوشنبه برای بررسی کار 13 رسانه محلی در تاجیکستان که تا کجا معیارهای اخلاقی فعالیت ژورنالیستی را رعایت کردند. شورای وسایط اخباری عامه مطالب نشریه‌های آزیا پلوس، تاجیکستان، SSR، فرج، جوانان تاجیکستان، آموزگار، سمک، استقلال، محبت و آیله، منبر خلق، آیله و آژانس‌های خبری خاور و اوستا را دوام 5 ماه اخیر سنجیده است. در این چاره‌بینی نام به نام گفته نشد که کدام نشریه چی معیارهای ژورنالیستی را نقض کرده است، ولی نمایندگان شورای وسایط اخباری عامه به صورت عموم گفتند یک کمبود اساسی رسانه‌ها این است که مواد تبلیغاتی را بدون اشاره مخصوص همچون مطلب ژورنالیستی پیشنهاد می‌کنند. اثردزدی، استفاده از زبان خشونت و کلمه‌های عامیانه، نشر معلوماتی که بد اخلاقی را تبلیغ می‌کند و تفریق اندازی در بین خبرنگاران از معیارهای بودند که از سوی رسانه‌های محلی نقض شدند. نمونه بدترینش این بوده است. ای جوان توجیک، آیا برابر چوینکت مغز داری؟ برابر میکروبیل، برابر تفدان یا ماشین جامعه‌شویی چند کشک؟ لیکن بعد میبینم گوساله را که ملاها در نظر است که برابر گوساله‌شان دانش ندارند و راهنمایی مردم میکنند. نمایندگان برخی رسانه‌هایی که کارشان سنجیده شد در این همایش حضور داشتند اما واکنش نکردند. نمایندگان شورای وسایط اخباری عامه گفتند هدفشان این است که رسانه‌های تاجیکستان کمبودهای خود را اصلاح کنند تا کارشان به دادگاه نرود. در این همایش نمایندگان برخی سفارتخانه‌های غربی حضور داشتند. یورک شوگرافت، سفیر آلمان، بدون اشاره به وضع فعلی کاری رسانه‌ها در تاجیکستان گفت خبرنگاران نباید ترس و هراس داشته باشند. نماینده اتحاد اروپا هم به این نکته تاکید کرد. But ethical journalism cannot thrive in a climate of fear. ژورنالیستیک اخلاقی نمیتواند در فضای ترس رشد کند. این تجربه من است. برای تامین معیارهای اخلاقی هر یک کشور باید محیط فراهم آورد که در آن روزنامه‌نگاران به ترس تعقیب و عاقبت‌های نامطلوب درباره حقیقت گزارش دهند. ولی در این نشست به بد شدن فضای کاری خبرنگاری در تاجیکستان دوام 2 سال اخیر تاکید نشد. خبرنگاران تاجیکستان دوام 2 سال اخیر دوره مشکل را پس سر می‌کنند. 10 خبرنگار و بلاگر زندانی شدند و به گفته روزنامه‌نگاران گرفتن اطلاع از اداره‌های دولتی مشکل شده است. کمیته دفاع از خبرنگاران و چند سازمان دیگری حامی حقوق از حکومت طلب کردند خبرنگاران را آزاد کنند. مقامات این دعوت‌ها را تا این دم نادیده گرفتند. مولا رجب یوسفی شهلای عبدالله، آزادی، دوشنبه. انتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا در کنگره به سوالهای وکیلان مجلس نمایندگان درباره خروج شتابکارانه و بی‌سر و سامان نظامیان آمریکایی از افغانستان در سال 2021 پاسخ داد. وکیلان مجلس نمایندگان آمریکا شیوه بیرون شدن از افغانستان را نادرست می‌دانند. انتونی بلینکن روز 11 دکبر گفت خروج شتابکارانه از افغانستان از ناچاری بود. همکارم مومن احمدی گزارش صدای آمریکا را تقدیم می‌کند. خلیل الرحمن حقانی وزیر مهاجرین در حکومت طالبان روز 11 دکبر در یک حمله مرگ طلبانه داعش کشته شد. این حادثه را نشانه از قوی شدن داعش و بیشتر ناامن شدن افغانستان دانستند. گروهی که سال 2021 پس از خروج نظامیان آمریکایی اداره افغانستان را به دست گرفتند. حالا شیوه خروج نظامیان را وکیلان مجلس نمایندگان خطا می‌دانند. آنها حکومت بایدن را تنقید می‌کنند. شما امکانیت زیاد داشتید که پیش راه فروپاشی افغانستان را گیرید. با وجود هشدارهای زیاد، شما خطر به منفعت امریکا، شهروندان ما و شریکان ما در افغانستان را نادیده گرفتید. U.S. Secretary of State Antony Blinken appeared before the انتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا گفت مأموریت جو بایدن طرحی را عملی کرد که در دوره ترامپ طرحریزی شده بود.
but no plan to meet it. اگر او بر طبق عهد خود عمل نمی‌کرد، حمله‌ها به نیروهای ما و متحدانمان دوباره آغاز می‌شد و طالبان به شهرهای بزرگ حمله می‌کردند. آنگاه ضرورت فرستادن ده‌ها هزار نیرو به افغانستان برای محافظت از خود پیدا می‌شد. ما در بنبست و یا زیر آتش بی‌آخر می‌ماندیم. The incoming House Foreign Affairs Committee chairman وکیلان جمهوری خواه میگویند شیوه نادرست خروج از افغانستان آغاز ناامنی‌ها در جهان و از جمله جنگ در اوکراین است. چون روسیه آن را شکست امریکا دانسته جرأت پیدا کرد که به اوکراین حمله کند. زمانی بیرون شدن نظامیان امریکایی، داعش در کابل حمله مرگ طلبانه انجام داد و 13 نظامی امریکایی و نزدیک به 200 ساکن عادی کشته شدند. با بیرون شدن نظامیان امریکا، گروه طالبان پوره افغانستان را اشغال کردند. حکومت این گروه را هیچ کشوری به رسمیت نمی‌شناسد و جامعه جهانی طالبان را برای نقض حقوق شهروندان سخت تنقید می‌کند. حجم یاری‌های خارجی ایالات متحده آمریکا چقدر می‌شود و کیها آن را دسترس خواهند کرد؟ این دو سوال مهم است که حکومت پرزیدنت منتخب دونالد ترامپ سر آن کار می‌کند و از روی اظهارات قبلی پرزیدنت سابق احتمال دارد که از روی سراغه دریافت کننده های این کمک ها معلوم می شود که کی به قول ترامپ دوست و همپیمان است و کی نه. همکارم شهلای گلخوجه گزارش می دهد. مواد طبی به هند، غذا به مردم غزه. ایالات متحده آمریکا بیشترین یاری‌های خود را به کشورهای دیگر معین می‌کند. سال 2022 یاری‌ها 70 میلیارد دلار را تشکیل داد و این یک فایز بودجه فدرالی آمریکا برای کمک‌های بشردوستانه، رشد اقتصادی و صلح و ثبات در دیگر نقاط جهان میباشد. حالا معلوم نیست ماه ینور وقتی دونالد ترامپ به کاخ سفید برگشت چی خواهد کرد. ولی سال 2018 از منبر مجمع کل سازمان ملل متحد چنین گفته بود: سنجیده می‌بینیم که کدام راه کارساز است و کدامش نه. این چنین کدام کشوری که از دلار و حمایت ما برخوردار است به ما از تحت دل مناسبت می‌کند یا نه. من بعد فقط به آنهای کمک خارجی می‌دهیم که ما را احترام می‌کنند و دوستی صمیمی ما هستند. در دوره پرزیدنتیش ترامپ یک بخش یاری‌ها را قطع کرد ولی کنگره بسیار وقت به این قرارها ضدیت کرده است. به همه گونه برنامه‌های تغییرات اقلیم پول را کمتر داد. تغییرات دیگری هم بود مثل کاهش کمک‌ها به فلسطین، ولی در عموم سیاست عادی یاری‌های آمریکا به خارجه به تغییر ماند. ترامپ یاری‌های آمریکا را به برنامه تعلیمات اسقاط حمل و بخش خدمات محدود نمود. پیش بینی می‌شود که این نوبت هم چنین می‌کند. در دوره بایدن برای خادمان مسئول اسقاط حمل در این موضوع آموزش ها فراهم می شد. در دوره اول ترامپ ما اجازه مبلغ گذاری کار سازمان های تبلیغگری اسقاط حمل را نداشتیم. ترامپ مارکو روبیو را کاتب دولتی انتخاب کرد. روبیو ماه فوریه در کنگره گفت آمریکا باید در رابطه با تحولات جهان بی‌تفاوت نباشد و عین زمان گفت منفعت های آمریکا در جای اول است. در هر حالت جداگانه ما یا عقل سالم را از دست می‌دهیم یا احتیاجات همروزه آمریکایی‌های زحمتکش عادی را نادیده می‌گیریم و به تکرار منفعت‌های دیگران را بالاتر می‌گذاریم. گلی گفت ماموریت ترامپ خرج هر یک دلار را با دقت نظارت خواهد کرد. احتمالاً تمام برنامه‌های USAID در 100 کشور جهان یک دفعه سنجیده شوند. با باور او مقصد این است که بازده کشورهای دریافت کننده کمک‌های آمریکا سنجیده شود. بینندگان ارجمند، برنامه در همین جا به انجام میرسد. تشکر که تا این لحظه ها با ما بودید. خبر و گزارش های از این بیشتر را همیشه میتوانید در سامانه azadi.org و صحیفه های رادیوی آزادی در فیسبوک و اینستاگرام، ایکس و تلگرام، تیک تاک و یوتیوب دسترس کنید. بر رادیوی آزادی فرستادن خبر و ویدیوهای مهم و جالب از حادثه های تاجیکستان را فراموش نکنید. تلفن ها در صحیفه های ما در شبکه‌های اجتماعی هست. خدا نگهبان.